یک جوان گفت از میخیشای ما بود، گفت من ندیدم نبینم ایمان قبول ندارم. نبینی قبول نداری؟ گفت نه. گفتم نکو بسیار چیزا رو ندیدی قبول داری؟ گفت نه ندارم. گفتم نکو داری؟ گفت خب. گفتم بگم یک مثال؟ گفت بگو. گفتم نظر به این فرمولت خیمام یک چیز ندیدیم قبول ندارم. گفت خیر است. گفتم خیلی تو حرامی استی، حلالی نیستی، از پدر و مادرت نیستی، به خاطر که من ندیده بودم که پدرت که مادرت نکاح کرده باشه، باید یک جای خواب شده باشن، تو پیدا شده باشی، میشه که تو دیگه باشه. تو هم نبودی. گفتم در وقت عروسی پدر و مادر تو دیدی پدر و مادرت ازدواج کرده باشن؟ گفت نه. در وقت پیدایش دیدی؟ گفت نه. یادت است که پیدا شدی؟ گفت نه. خب خیلی چطور دیگه حرامی استی؟ پیش خودت هم باید حرامی باشی، پیش من باید حرامی باشی. حرامی بگویم خب قار نمیشی. گفت که اگه گفتی با جنگ میکنیم. گفتم خلاص دیگه ندیدی قبول کردی. نه به خاطر که مردم پدر و مادر گفت هستی، دیگران میگه بله ازمی هستی، خلاص قبول کردی. این چیزایی هست که انسان نمیبینه قبول داره. بسیار چیزا به تواتر به آدم میرسه، نمیشه که انکار کن. گفتم خدا به دیوانگی نزن دیگه. اینا لالا رو ندیدی، دلایل بسیار وجود داره. دیگه کسا انبیا دیدن، نه آوازشون. موسی علیه السلام خبر داد، آدم علیه السلام خبر داد، بسیار کسای دیگه دید. با ما گفت رسول الله السلام خبر داد که اینا ما شنیدم، رفتم در بالا. بسیار کساست دیگه. غیر از دیگه دلایل زیاد است. الله میگه این قدرت ها، نه باید قبول کنی. او را قبول داری را نداری؟ با من تو گفت ولی عقیده ما شکی ساختی. گفت ما اول در وجود الله شک داشتم، ولی نه میگفتم نیست. این در ایران تیر کرده بود، در ایران کمونیست کافر زیاد داره. خب گفت آلی ایزار شکی شدم که شاید باشه. گفتم نه کافر هستی، خیلی نظام مسلمان نشدی، شکیستی. شک ایمان نیست. شک ایمان نیست، یقین کو دیگه. گفت یه ذره ما تو گپ بزنیم شاید خوب شویم. گفتم ما بیا اینجا در قرآن بشی خوب میشی دیگه. من زیاد وقت ندارم که تو بشینم گپ زده برم. اینجا بیا بشی در درس قرآن جور میشی. نه تو نبیایی خدا به دیوانگی زده رایستی. نه و با این عقیده گفتم اگر بموری جای داتش از بفهمی. خب امیال مردی داتش میری. یعنی قبول کو امیال فی الحال ایمان بیا. باز بیا بشی. حالا شک بعضی شک داره قرار آزاد میگرده. شکی آمد در موضوع عقیده شک داره آزاد میگرده، تشویش نیست. اوه خطرناک است. مرگت بیا چی جواب میتی؟ شک خو ایمان نیست. پس یؤمنون بالغیب. ایمان چی را میگه؟ تصدیق، باور. و ما انت بمؤمن لنا در لغت اینجا هم تصدیق میکنن. ایمان چی را میگه؟ که محکم شد. ایمان یقین، باور جازم و ثابت که به شک انداختن شک اندازنده دور نشه. این را میگه کسی شک انداخت خصوص نشه. ایمان باید به می درجه باشه، نبود خطر است. خب یکم تا ایمانش سرسری 3 سوال 4 سوال کردی در شک میره، این هم چندان ایمان نیست. مثل همین افغانای ما شما مسلمانانه چه قسم ایمان بود؟ خدا است، پیامبر است، قربان پیامبر شم، قربان قرآن شم، قربان ایشم. نه وقتی که کمونیستا آمدن هورا که خدا نیست گفت، لکها نفر پشتش رفت گفت نیست. این ایمانی آسیب پذیر شد. نه مصیبت پذیر نباشه ایمانت. چند تا آمد گفت خدا نیست و میگی نیست. دیدین که می افغانا با چی میگفتن؟ درود بر لینین کبیر. حتی در کتابایشان نوشته کده می کمونستا. خب میگه امی خدا بودن اینا یک افسانه است. این تو میگه تو کتابش. یا این نفر گفت کتابش در اشغالی انداختم جای خراب پیداش کردم. گفتم من برو به من بیا. گفتم این کابل چاپ شده. امی کمونستای داخلی خب خودشان نوشته کده. او بیرونی خواهد است. امیال آمد دینیم پانتون جوانا هست کار میکنن که بگوی الله است، خالق آفرینده، خانده میکنن. مارکس میگفت نیست، بنیانگذار کمونیسم. مارکس کار یهودی خب میگفت وجود نداره، فیلسوف بود، بیدین بود. خب اینا میگن مارکس صاحب گفته نیست، ما میگیم نیست. او کافر خطرناک. ای تو کافرایی که از الله منکر باشه کم است. یهود از الله منکر نیست، نصارا نیست.
بودایزم نیست، هندویزم نیست، فقط کمونیستا یا سیکولارای عقیدتی اینا میگن. اینا میگن الله نیست، عقیدتی. یکی کمونیستایی هست که عقیدتی نیست ولی در نظام کمونیسم زیر بیرقش زندگی کنه، پیش مجاهدین او را کمونیست میگه. او کمونیست صدا میکنه، او را ما کمونیست نمیگیم. کمونیست عقیدتی کسی است که گناه خدا کرد، هر چی حال توبه کرده، نماز میخوانه دیگه. کمونیست عقیدتی کسی است که از الله منکر است، از پیامبر منکر است. دین افیون میگه، افیون ملت ها، افیون زر تریاک. اینی خطرناک است.